خب این هم فضای پشتی فندیک امیر اسماعیل سامانی. درختان بسیار زیبا. اون سمت کتابخونه ملی هست که من الان میخوام یه سری بزنم و یه آماری بگیرم. اینجا دارم برف‌بازی میکنم، داشتم میدویدم. بله ببینیم داخل کتابخونه چه خبر هست. بله خب حیف بود که تو این هوا ما بیرون نیاییم و این مناظر رو با شما به اشتراک نذاریم. ببینید چه ارزشی برای فرهنگ و ادب پارسی قائل هستن که همه چهره‌های برجسته علمی، ادبی، هنری و تاریخی رو در این سازمان‌های فرهنگی خودشون گنجوندن. واقعا باعث افتخار هستش. به قولی وزن هر یه دونه‌شونو تریلی نمیکشه، ولی ببینید دیگه من حرفی برای گفتن ندارم. واقعا کم زوم کنم روی چهره ها. کجا بودن؟ اینجا. این سمت.